چی رو بررسی کردیم؟ گفتیم که اینجا یک دابل فیک چوک ما داریم. خب و اینجا هم ناحیه خطرناکیه که میتونه این دابل فیک چوک ما رو کلا هانت بکنه. از چه جهت؟ چون اینجا افیجی 1 ساعته برای ما وجود داره. اوکی، و وقتی که افیجی 1 ساعته وجود داره و از اون بر این زیر باز افیجی 1 ساعته وجود داره، ما یه ذره دست به عصاتر باید حرکت بکنیم واسه اون ناحیه و میتونیم انتظار در واقع برگشت قیمت برای هانت این نواحی رو داشته باشیم. دوباره اونجا بر اساس تایم 1 دقیقه به فکر معامله باشیم. خب ساعت اینجا 7:50 است. قیمت به سمت پایین حرکت میکنه. ساعت 9 میشه. ساعت 9 میشه و ما دیگه کاری با مارکت نداریم تا 9 صبح فردا. 9 صبح فردا میشه اینجا. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ قیمت اومده ایشون رو هانت کرده و یه پروسه منیپولیشنه که اینجا تریگر صادر شده، تریگر هانت شده. ولی خب یه ذره بای زدن توی این شرایط وقتی که در این جای خطرناک هستیم یه کوچولو نیاز به ملاحظه بیشتری داره. اینجا هم افیجی 1 دقیقه برامون میتیگیت شد. علیه حال ببینیم سناریو چجوری پیش میره. 1 شکست، 2 شکست، مرسی، 3 شکست. برای سل زدن اینجا اکسترنال هان شده. اینجا چی میتیگیت شده چون ساختارمون به صورت موقت نزولی شده و ما میتونیم دنبال سل بگردیم. 5 دقیقه اینجا افیه نیست متاسفانه. اینجا چیست؟ اینجا یه افیجی خوشگل 15. خب و اینجا چی داریم؟ اینجا اینو داریم. اینکه تریگری برای ما صادر نمیشه و قیمت میره و سقف بالاتر میزنه. خب الان لو ما در حال حاضر کجا میشه؟ لو ما اینجاست. یعنی اگر بخواد پیشروی بکنه برای منیپولیشن پول بک 1 2 و اینم هیچی، اینم که اینجاست.
نیاز داره ایشون رو هانت بکنه و ببینیم که میاد برای یک منیپولیشن پولبک دیگه یا نه. اینجا سوینگ نبود. اینجا یه اتفاق باحالی افتاد. میتیگیشن ایمبالانس، تشکیل تریگری که حاصل پاسکاری افیجی، اینجا افیجی، اینجا افیجی، ولی خب ما منیپولیشن پولبک میخوایم. هرچند که منیپولیشن پولبک یه ذره اینجا خطرناکه. خب قیمت به سمت پایین حرکت میکنه. اینجا یه تریگر، اینجا یه تریگر، بعدش میاد اینجا اوردر فلو رو تغییر میده و کلا سل میشه به سمت پایین. هر از چنگایی باید به خودم یادآوری کنم که بلندتر صحبت بکنم، از حالت زمزمه به حالت سخن گفتن تغییر پیدا بکنه. لحنم اینجا هم دوباره چوک و فیک چوک. یک این بالانس میتیگیت شده، ولی خب ما چی میخوایم؟ اکسپنشن لیکویدیتی میخوایم که هانت بشه و منیپولیشن پولبک که قیمت خیلی به شکل زیبایی حرکت خودش رو انجام میده بعد از میتیگیشن ایشون. اوکی، و مبدأش کجا بوده؟ اینجا که توی 15 چیزی نیست، توی 5 چیزایی اینجا دارم ببینم. توی 5 دقیقه نه، توی 3 دقیقه چیزی پیدا نمی‌کنیم. توی 3 دقیقه ما اینجا یک در واقع تو فیز اوبی داریم. قبلا هم مشخصش کرده بودیم. چه جالب. ببینید بعضی وقتا این نقدینگی هایی که توی مارکت تشکیل میشه، خب مثلا هیلینگ که داشتیم پوزیشن میگرفتیم اینجا رو مشخص کرده بودیم، این نقدینگی ها وقتی هانت نمیشن در آینده تبدیل میشن به مبدأ های شروع یک پولبک که قیمت از اینجا پولبک خودش رو شروع کرده و در واقع یک پولبکی رو شروع کرده، اینجا رو میتیگیت کرده و یه بار اینجا تریگر داده بود بر اساس صرفا پاسکاری و بار دوم اینجا تریگر داده بود و جهیده بود به سمت بالا. با این اوصاف الان آخرین لو ما اینجا میشه و ببینیم که چه رفتاری میخواد از خودش نشون بدهد. قیمت خب اینو زد. یه چیزی که هست اینه که باید یه کوچولو حواسمون باشه دیگه، چون توی
اکسپنشنی. مبدأ کجاست؟ مبدأ یک جای جذابی میخوره باشه. مبدأ یک افویجی 15 دقیقه است، از اینجا تا اینجا. اوکی، توی یک ساعته چجوریه؟ توی یک ساعته اینو ما برداریم تقریبا بلاک 2 فازه. توی 4 ساعته توی 4 ساعته خب فکر کنم داره جالب میشه. توی 4 ساعته ما اینجا یه دونه افویجی 4 داریم. خب اینجا هم یه دونه افویجی 4 داریم و اینجا هم یه افویجی 4. اوکی، باید ببینیم که پولبکی که از اینجا شروع شده کجا میتونه به پایان برسه. یه نکته دیگه هم که باید مد نظرمون باشه، حالا الان ساختار 15 سعودی دیگه، ما اگه 4 ساعته رو به عنوان هایر تایم فریم در نظر بگیریم و 15 دقیقه به عنوان لوور تایم فریم، اینجا با این تریگری که تشکیل شده برای ما به نوعی 15 دقیقه که ساختار تثبیت شده لوور تایم فریم ما باشه یک پشتوانه اینجا داره که این پشتوانه این بالانس دیلی و افویجی ویکلیه. خب این نوید رو به ما میده که چی؟ که در واقع قیمت میتونه یک پولبکی رو در 4 ساعته آغاز بکنه. چرا؟ چون این ساختار تثبیت شده سعودی 15 داریم، بعد از برخورد به این بالانس سعودی دیلی و چی و در واقع ویکلی، افویجی ویکلی. اوکی، ساختار 15 دقیقه و ساختار 1 دقیقه رو دنبال میکنیم. اینم من پاک بکنم ببینیم به کجا میرسه. یه شکست همچنان. اوپس، اینجا خودش رو رسوندم افویجی 4 ساعته که به گمانم توی 1 ساعت هم افویجی بود. درسته؟ بله، کل این تریگر ما خودش دارای یک افویجیه. حالا قیمت با توجه به آرایش هایی که از خودش نشون میده یا میتونه از اینجا برخیزه و ادامه حرکتش رو بزنه چون این بالانس همجنسش رو میتیگیت کرده و به طب اینجا هم به اندیوسمنتی ما داریم توی 1 ساعته. یا میتونه اینو هانت کنه و باز با توجه به پولبکش یک حرکت جدیدی رو آغاز بکنه. ما میریم توی 1 دقیقه. 15 دقیقه اکسترنال ما کجا میشه؟ الان اینجا بیوس 15 ماست. اینجا بیوس 15 ماست. 1 و 2 و 3. اینجا هم بیوس 15 ماست. جالب شد. پس اینجا مشترکاً هم اکسترنال 15 هم اکسترنال 1 دقیقه. اوکی، حالا بریم ببینیم که
چجوری میخواد تا بکنه. الان ما با توجه به نوع پولبکی که درش هستیم که در واقع پولبک منیپولیشن 1 دقیقه و 15 دقیقه است، مجازیم حتی با تریگر 1 دقیقه و حالا یا تریگر 15 اگه تشکیل بشه با جفتش میتونیم ورود کنیم، هر کدومش زودتر در جای بهتر در جای ارزنده تر شکل گرفت. ما به دنبال ورود خواهیم بود. اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ چوک ما اینجاست، درسته؟ بله. خب چوک ما اینجاست. بعدش اینجا فکر شد که اتفاق نیفتاد چون این اینترنال لیکویدیتی بود دیگه و اینجا هم خواند کرد، اینجا هم میتیگیت کرد و اگر این سقف زده بشه چوک رخ میده، درسته؟ ولی یه نکته جذابی که وجود داره اینه که اینجا یه FVG 1 دقیقه داریم که این ایندیوسمنت. پس ما با در واقع خود فیک چوک دیدگاهی نخواهیم داشت. این فیک چوک تشکیل میشه یا نه؟ ساعت هم چیز شده، اون ساعت هم ساعت 22:45 است. ما اصلا باید رد کنیم بره اینجا رو. فکر چوک هم تشکیل شد. از اینجا موانع پیش رو کجاست؟ یه دونه FVG اینجا داریم تو 1 دقیقه، یه دونه FVG اینجا. حالا چون ما بر اساس 1 دقیقه داریم ترید میکنیم و فرضمون بر اینه که از 9 به بعد، از 9 تا 9 شروع میکنیم به ترید کردن، لیمیتی اینجا نمیکنیم. ولی اگه مثلا همین تریگر 15 دقیقه بود و آخر شب حضور داشتیم میتونستیم یک لیمیت زیبا برای تایم 15 دقیقه بکاریم. ببینیم در ادامه قیمت چی کار میکنه. ساعت 9 صبح. خب 8:34 چنده؟ 8:54. خب یه خبر خوبی که وجود داره اینه که قیمت هنوز تریگر ما رو هانت نکرده و ما میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم اینجا بر اساس هانتش وارد بشیم. اوکی، اینجا چی بوده؟ اینجا نقدینگی اکسترنال بوده. چه جالب، اینجا اون زده، اینو زده. تایم بالاتر یه چک بکنیم. خب توی تایم بالاتر اوضاع خیلی جالب تر از این حرف هست. چرا؟ چون که اینجا که اصلا FVG 3 دقیقه است. الان ما هم یه تریگر 15 داریم هم یه تریگر 1 دقیقه. خب همین الان اینجا میتونیم وارد بشیم بر اساس 15. حالا استاپ
و کجا بذاریم اگه بخوایم وارد بشیم؟ اینجا که برای ما به نوعی ایندیوسمنت محسوب میشه، این تریگر زیرش خالیه و اینجاها هم داستان داریم. اینجا ما یه استرانی داریم که هان شده. ما الان میتونیم یه کاری بکنیم ولی خارج استراتژی اینجا وارد بشیم، همینجا استاپ اون زیر بذاریم، ولی خب این میشه بر اساس هانت این، ولی میتونیم یه لیمیت هم واسه ایشون بکاریم با توجه به اینکه توی منیپولیشن پول بک هستیم و ایشون هم تریگر جذابیه و چون فیجی 3 دقیقه نداریم، متاسفم. اینجا یه دونه لیمیت میکاریم ببینیم چی میشه. مثلا این شادو هم ترسناکه. اینجا ببینیم آرایشی چیزی رخ میده که مثلا توی این باکس فیک چوک مثلا یه چوک فیک چوک اینجا رخ بده که نه، ولی میتونم فعال شد. میتونیم یه کار دیگه هم بکنیم، میتونیم اینو بذاریم اینجا، خب این شکلی این تریدو، ولی اگه ما اینو بذاریم اینجا آیا تا سقف 3 رو به ما میده یا نه؟ بله، پس وقتی که تا سقف به ما 3 رو میده چرا عاقل کند کاری. بس میزنیم به امید پروردگار. چوک سودی، فیک چوک سودی، چه جالب چه جالب چه جالب. نگات از کجا برگشت؟ از همون FPG یه دقیقه اینم باحال بود. خب قیمت به سمت بالا حرکت میکنه، میرود، به اینجا رسید، مرسی. الان اینجا شد یک استرنگ دیگر. خب این تکلیف پوزیشن چی میشه؟ چرا همچین اتفاقی افتاد؟ اومد پایین. قیمت داره به حرکات خودش ادامه میدهد. مرسی. اومد دوباره این اکسترنال رو زد. چرا؟
سوال پیش میاد. اینجا یه بار یه استرال داشتیم که توسط افیجی 3 دقیقه خارج شد. بار بعدی داستان چی بود؟ اینجا فکر که 15 داریم، اینجا افیجی 3 دقیقه داریم. این دابلمون بهش میخوره که ایندیوسمنت باشه که بله ایشون به عبارتی هم میشه اکسترنال اموال و هم ایندیوسمنت 15. الان آدم وسوسه میشه یه ورود دیگه بزنه اینجا بر اساس هانتر ایندیوسمنت، ولی خب ما یه پوزیشن باز داریم و چاخ کردن پوزیشن کار زیبایی نیست. اینجا چیه؟ خب چی شد؟ چه خوشه؟ اینجا یه فیک جوک زیبا اصلا با همین میشه رفت بالا، ولی ما پوزیشن باز داریم. و نکته جالبش هم اینه که این فیک چوک هانت میشه کجا؟ اینجا. اوکی، هانت میشه و قیمت دابل تشکیل میده. مرسی. بعدش هم که کلا فیل شد، جالب بود. ببینید اینجا دستی که متعهده و پایبنده به استراتژی جون سالم به در میبره. خب بزنیم پلیش کلا. مرسی. بریم توی 15. ما که قرار نیست ترید بکنیم دیگه تا زمانی که این پوزیشن باز. بریم به یا تیپی یا اس ال خودش برسه. چه باحال. میبینید اینجا از این اومده به سمت این اوکی و اینم یه بار اینجا بوده دیگه. اینجا افیجی داریم، افیجی اینجا و اومده این پاسکاری رو انجام داده. بار بعدی از اینجا به سمت اینجا رسیدیم. اوکی، such a wow. مرسی. تا کجا پیشروی کردیم؟ اکسترنال 15 اسبق بود.
اینجا تا 3 رفت، اینجا تا 6. اینا پتانسیل پیشروی داشت تا زدن این سقف. حالا اینو یه اسکرین شات بگیریم. گرفتم نگرفتم یادم نیست، ولی در واقع یه بار مرور رو بخوایم بکنیم، ما ساختار 15مون به عنوان هایر تایم فریم سعودی بود، ساختار 1 دقیقه هم نیز سعودی بود. یه پولبک هایر تایم فریم رخ داد که اون پولبک پروسه منیپولیشن مشترک 1 دقیقه و 15 دقیقه بود که توی 15 دقیقه قیمت از یک FVG نزولی 4 به سمت FVG صعودی 4 حرکت کرد و بر اساس نوع پولبک تریگری که تشکیل شد در واقع یک ورودی رو انجام دادیم که منجر به ریوارد 3 شد. تاریخ این ترید 16 ژانویه است. 16 ژانویه 1% RR3 profit result 3 مینیمم هیچی مکسیموم ما تا کجا میتونستیم شما رو بذاریم؟ آقا شما اینجا ایندیوسمنت آیا تشریف داری؟ بله اینجا یه ایندیوسمنت 1 ساعت هست. ما اگه میخواستیم تارگت تکنیکال براش در نظر بگیرفتیم تا 6.5 پتانسیل پیشروی داشت. خب نوع پولبک هم که منیپولیشن پولبک بود، انتری تایپ هم فیک چوک هانتینگ بود، ستاپ هم ای پلاس بود، اکزیکیوشن کوالیتی هم کانتکس و چکلیست و همه اینا اوکی بود و حس عجله یا چیزی وجود نداشت. اتفاقا خیلی خوب و خونسرد وارد شدیم. ساعتش کی بود؟ فقط ساعت ورودمون طرفای چیز بود، 9 خورده صبح بود که ما جزء آسیا حسابش میکنیم. خب بریم سراغ ادامه ماجرا. اینجا قیمت به سمت پایین حرکت کرده و یک منیپولیشن پولبک به ما داده. شکست دوم، ولی خب ساعت دیگه ساعت جذابی نیست. ما ترید رو خلاف میکنیم. ساعت چند؟ 9 صبح 9 شب در اینجا تریگر هم تشکیل میشه و این وسوسه های اتفاق میفته، ولی خب ما سعی میکنیم جلوی این وسوسه ها رو بگیریم. اینجا از اینجا اومده درسته؟ خب از اینجا اومده به کجا؟ به کلی FVG سمت FVG بعدش ساعتش رو رد میکنیم تا سمت جلو.
صبح فردای اون روز چه شد؟ باکسمون رد شد؟ چی شد؟ این اگه باکس ما باشه خب محل چرخش قیمت کجاست؟ اینجاست به صورت دقیق. آها، پس اینم رد کردیم. اینجا چیزی هست؟ مبدأ جذابی توی 5 دقیقه نیست، توی 3 دقیقه هم نیست. مبدأ جذابی نداریم. در نتیجه اصلا ولید نیست پول بکی که داره اتفاق میفته. چرا؟ چون هایر تایم فریم آی پسینگ تیکش نمیخوره. و اینجا چی داریم؟ اینجا یه شکست داشتیم. کم زوم بکنیم ببینیم داشتیم یا نداشتیم. اینجا نه. یه دونه سینا میذاریم براش. ولی خب توی 15 دقیقه یک ایندیوسمنت باحال اینجا. اگه دقت کنید مبدأش هم اول اون مبدأ 15 دقیقه ولید بود. داره ضبط میکنه دیگه ایشالله. آره بله. و اینجا اون ایندیوسمنت آن شد. منتها متاسفانه از جای جذابی اصلا نیومدیم. در نتیجه تماشا میکنیم ببینیم چه میشه. اینجا هم یه تریگری تشکیل شده. تریگر اینجا برای ما تشکیل شده. ولی خب چون مرسی. ولی خب چون در واقع این تیک از توی چک لیستمون نخورده، یه ذره با ملاحظه عمل میکنیم. یه ساختار تثبیت شده 1 دقیقه وقتی داریم از یک منشأ 15 به یک مقصد 15 برسه تا ما هپی باشیم. اینجاها هم عملا دیگه مگه اینکه ساختار بخواد نزولی بشه. اینجا شکست نبوده، اینجاها هم که بهش نمیخوره شکست باشه نبوده. اینجا حالا چوکه ببینیم. البته فیک چوک هم رخ بده باز مثلا توی 1 ساعت چیزی داریم مایا. نه توی 1 ساعت هم چی نداریم. یعنی الان نه بایش جذابه نه سلش جذابه. میذاریم ببینیم که به کدوم سمت تمایل پیدا میکنه. اتفاقی هم که افتاد چه جالب. چوک، فیک چوک، هانت فیک چوک، رفتن به سمت بالا، دوباره هانت دابل فیک چوک و ریورس و تماشا میکنیم تا اینکه بالاخره به یک جای جذابی برخورد کنه. اینو میاریم اینجا. اوکی. الان با این اوصاف ایشون برای ما یک
external liquidity. یک دابل فیک چوک 15 دقیقه هم هست که از غذا حالا ایندیوسمنت هم نیست دیگه، چون مبدأش در واقع این بالانس نیست. در حال سر چند اینجا؟ سر مثلا 11 پلی میکنیم به سمت جلو بره ساعت 9 صبح. باز چیز جذاب برای ما نداریم مگر اینکه قیمت بخواد بیاد کف بزنه که میره به جاش سقف میزنه. اینجا داستان ما چیه؟ اینجا ما یک POS داریم، یک external liquidity داریم و یک ساختار صعودی تثبیت شده در 1 دقیقه. دنبال چی میگردیم؟ دنبال منیپولیشن پول وکت میگردیم. 1 و 2 3 اینجا میشه اکسترنال. اوکی مرسی. اینجا هم میشه اکسترنال. یه چیز مهمی هم که هست اینه که حواسمون به تایم بالاتر باشه داریم کجا میریم. الان اگه یادتون باشه ما در درون این بالانس 1 ساعته نزولی هستیم. اوکی یه ذره باید حواسمون باشه واسه بای گرفتن، چون توی مثلا پروسه های منیپولیشن 1 دقیقه ممکنه که ما رو به دام بندازه، مگر اینکه توی اون منیپولیشن پول بک 1 دقیقه یک مثلا انگیزه همجنس ایشون میتیگیت بشه. اون شکلی باز حالا جذاب معامله کردنش. ولی خب بریم اینجا چی پیش میاد. این پتانسیل هم وجود داره الان اینجا کلا نزولی بشه 1 دقیقه به صورت تثبیت شده نزولی بشه و چون منشأش این بالانس 1 ساعت هست میتونیم به فکر سل باشیم بر اساس ساختار تثبیت شدهش. چکر میخواد بکنه. مرسی. منیپولیشن پول بک. آیا انگیزه همجنس اون داداش ما پیدا میکنیم؟ 15 دقیقه چی؟ نه 1 ساعت چی؟ 1 ساعت اینجا این بالانس داریم درسته؟ اینجا یکی بالانس داریم و اگه بر اساس در واقع 1 دقیقه ترید پایان پول بک بده ما میتونیم با خوشحالی راجبش حرف بزنیم. چقدر سریع و باحال پیش رفت. خب الان اینجا اکسترنالمون درسته، از یک این بالانس 1 ساعته نزولی اومدیم به سمت این بالانس 1 ساعته صعودی. هایر تایم فریم صعودی، لور تایم فریم صعودی ولید هست. پسینگ انجام شده، اکسپنشن انجام شده و اگه سقف رو بزنه یک فیک چوک تشکیل می شود و ما اینجا میتونیم در واقع به فکر ورود باشیم و
طبیعتا بعد از ورود هم با زده شدن سقف فریش میکنیم تا ریوارد 3 ببینیم چه میکند این پوزیشن. اصلا کلا فعال نشد. 3 میایم اینجا، شکست اول، شکست دوم. اوکی، چوک ما الان کجا میشه؟ اینجا میشه. یه ذره دیگه برو بالاتر. خب الان فکر کنم وارد داستانهای دیگه ای شدیم. شکست اول، شکست دوم، شکست سوم. اوکی، پشتوانمون چیه؟ پشتوانمون ایشونه. خب حالا توی منیپولیشن های نزولی به دنبال معامله میگردیم. قیمت تا کجاها میتونه پیشروی بکنه دیگه؟ تا افیجی های 15 تا این بالانس های در واقع 1 ساعته. اینجا این بالانس 1 ساعته چی داریم؟ کل این اصلا افیجی 1 ساعته است. جای عجیبیه برای سل، ولی خب بر اساس ساختار ما پیروی میکنیم دیگه، ساختاری که الان اینجا به وجود اومده، مگر اینکه دوباره کامپلکس پول بک به پایان برسه. یعنی مثلا تریگر دابل فیک شد تشکیل بشه، مثلا یه بیوس سعودی تشکیل بشه و بعدش تریگر پایان پول بک کامپلکس. حالا بریم ببینیم منیپولیشنی به ما میدهد یا نمیدهد. خب داره میدهد. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اینجا یک منیپولیشن داریم. حالا مبدأش رو میخوایم بررسی بکنیم. مبدأ این داداشمون اینجا رفیو نیست، توی 15 نیست. مبدأ جذابی نتونستیم برش پیدا بکنیم. ما افکسی رو چک بکنیم چی یعنی؟ اونجا احتمال این وجود داره که قیمت بله اینجا افیو هست توی افکسی. پس ما برمیگردیم به یورو دوست داشتنیمون. اینجا رو به عنوان مبدأ پولبک منیپولیشن در نظر میگیریم. چون اکسترنال اینجا رو هم اگه بشه یه جوری پاک کنیم باحال میشه. مرسی. خب ایشون هم که افیوه دیگه، همه چیز گل و بلبل. حالا چی کم داریم؟ یه تریگر فیک چوکی 1 دقیقه. چوک اینجا رخ داد. و فیک چوک هم که نمنه. اینجا استرام تشکیل شد. بریم ببینیم. الان استرام قشنگ هم پتانسیل تسویهش وجود داره، هم پتانسیل پاکسازیش. تسویه از اون جهت که 15 دقیقه سعودیه و یه فیک چوک
نزولی تشکیل شده که با برخورد به در واقع این بالانس های تایم بالاتر خودش مثل 1 ساعته به زیبایی و راحتی میتونه تصفیه بشه و اصلا پولبک به پایان برسه. از یه طرف دیگه میشه هانت بشه بر اساس ساختار 1 دقیقه. ما وارد سلش بشیم ببینیم که چجوری میخواد پیش بره. یک منیپولیشن پولبک به ما بده. داد. خب این از این. اینجا افیجی 1 دقیقه داریم. توی 3 دقیقه اینجا این بالانس داریم. اوکی. یه تریگر خوشحالم میکنه. تریگر داری ولی خیلی بد جا دادی. هنوز نداری. نه چون که البته ایندیوسمنت ها، یعنی الان تریگر ما که این داداشمون باشه ایندیوسمنت اینجا و میتونه به زیبایی از این مبدأ هایی که اینجا هست پیشروی بکنه به سمت بالا و ما میتونیم یه دونه سل لیمیت بکنیم به اینجا. اوکی. تی پی یه ذره این جامون بده. ببینیم کجاییم. اینجا یا پتانسیل ها بزن اصلا باز میشه یا نه بعدش رجوع برگشت دستی میگیره. هنوز نیومده کف رو بزنه، یعنی هنوز ما این تیپی هنوز لیمیت رو معتبر سر وقت اومد کف رو زد. اگه از همینجا قصداش برگرده ما باید در واقع لیمیتمون رو مجددا میکنیم. آها حالا وقت کاشته چیه؟ لیمیت. برو. تو میتونی. جدی تو میتونی. برو. مرسی. فعال نشد. خب میایم پایین تر ببینیم که در ادامه چه اتفاقی میفته. اینجا برای ما استرام تشکیل شد. ساعت هم 7:08. خب ساعت 9 رد کردیم. میریم واسه 9 صبح روز بعد. اینجا داستان چقدر ما اومدیم دیدیم که آقا این زیر داستانایی هست ظاهرا. چه داستانایی؟ این زیر در واقع 1 ساعته چی بودیم ما؟
ساعته که اینجا FVG داریم، یعنی اگه ساختار 1 دقیقه صعودی بشه اینجا ما میتونیم به بای فکر بکنیم. اون تو ساختار 1 دقیقه کی میتونه صعودی شده الان پایین؟ هیچ وقت دیر نیست. خب اینجا ما یک استرانگ 1 دقیقه داریم. اوکی و ببینیم که یه ذره الان چون مبدأ 15 هم پیدا نکردم برای چیز، برای منیپولیشنش، الان فعلا 3 رو یکم غلاف کردیم. اینجا مبدأ معتبری وجود نداره. تا قیمت بازی میکنیم و یه جور آبم بخوریم. البته 1 دقیقه. خب چه اتفاقی داره میفته؟ به شکست دیگه ثبت کرد. اینجا یه سری اتفاقی باحال افتاده و در نهایت این ناحیه زده شد. این ناحیه که زده میشه ایشون ایندیوسمنت 15 بوده یا نبوده که نبود. ببینیم توی 1 ساعته چه انگیزه هایی وجود داره. توی 1 ساعته این وجود داره برای صعودی شدن که FVG، این وجود داره و در واقع توی 4 ساعته چی؟ توی 4 ساعته هم که این داداشمون به زیبایی وجود داره. پس برمیگردیم به 1 دقیقه و میبینیم که میتونه به ما یه ساختار تثبیت شده بده یا نه. میره بالا میره بالا. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ یک استرانگ اینترنال تشکیل شده که تارگتش میشه هانت اکسترنال. خب اینجا ما ساختار تثبیت شده میخوایم. یه BOS اینجا این تریگر سل نمو داد که منطقی هم بود در واقع. خب چون اینجا FVG 1 دقیقه است، چون اینجا رنگی شد FVG 1 دقیقه است اینجا. ولی هم با توجه به اینکه این داشتمون هم FVG 4 بود هم این بالانس 4، یه ذره شرایط برای سل زدن مهیا نیست، با توجه به اینکه 15 دقیقه هم صعودیه. این همون داستانی شد که توی ویدیوهای تکمیلی فصل 3 راجبش صحبت کردیم. وقتی که قیمت توی هایر تایم فریم به تارگت خودش میرسه، یعنی به هدف خودش برای پایان پولبک یا شروع پولبک میرسه، یه کوچولو باید دست به عصاتر راه رفت. و در واقع قضیه اینجوریه که ساختار لوور تایم فریم ما به تارگت خودش رسیده دیگه و اینجا نمه شروع میکنه به تصویه شدن. علی حال
این تریگر آیا پاسکاری هایر تایم فریم هست یا نه که نیست؟ یعنی میخواستیم وارد بشیم با توجه به اینکه پاسکاری نیست وارد نمی شدیم. شکست اول، اوکی. شکست دوم، اوکی. و شکست سوم. خب جالب شد. یه منیپولیشن پول بک هم بده. مرسی. انقدر حرف گوش کن آخه. این از این. مبدأ کجاست؟ مبدأ اینجاست. اینجا که جایی نیست. یه مبدأ دیگه اینجا هم جایی نیست. تا کجا؟ تا اینجا. اینجا جایی هست. اوکی. کپی میکنیم. مشخص میکنیم کپی چیه. بعدش ایشون رو هم مشخص میکنیم. 23 ژانویه است. آخرین تریدمون 16 ژانویه بود. به عبارتی 7 روز هیچ معامله ای رو نتونستیم پیدا بکنیم و این واقعا یه درس بزرگه ها. چون همین دوری از بازار در شرایطی که بستر فراهم نیست جلوی خیلی از ضرر میگیره و باعث میشه که در واقع سودمون علیکی از بین نره. علی حال همچنان در منیپولیشن 1 دقیقه هستیم در ساختار موقت سعودی. اوکی. اینجا افیجی داریم و این ساختار سعودی هم پشتوانه داره. اوکی. اینجا ما یک تریگر زیبا اگه قیمت عزیز به ما بده خوشحال میشیم. تریگر خب این شکست اول، این شکست دوم. اوکی. ببینیم. خب وایسا اینجا توی 5 دقیقه چیزی نیست ولی اینجا افریجی داریم. اینجا هم این بالانس داریم. اوکی. توی 15 دقیقه نهید. توی 15 دقیقه این پاکش کنم. توی 15 دقیقه ما این افیجی زیبا رو داریم که اوکی. بله افیجی. حالا میام 1 دقیقه خب ببینیم چجوری میخواد. یه داستانی پیش اومد. چه داستانی؟ این که یه شکست، 2 شکست، 3 شکست. ما اینجا به صورت موقت نزولی شدیم دوباره. خب پس باید بررسی بکنیم ببینیم که پشتوانی داشتیم یا نداشتیم که
وقتی بررسی بکنیم میبینیم که بله اینجا یه FU 1 ساعت است. اوکی، و این FU 1 ساعته منجر شد این ساختار موقتا نزولی بشه. حالا دنبال منیپولیشن میگردیم. اگر بده خب آها افیجی 15 که مشخصه اینجا، و این برم فکر میکنم که واضح باشه واسهتون که اینجا افیجی گروه 15 داریم. اوکی، به این صورت. و کاری که میکنیم اینه که ببینیم تریگر چجوری صادر میشه. تریگر به ما بده. مرسی. چوک اینجا آخرین چوک اینجاست. خب یه اتفاقای دیگه داره میفته. یه شکست، دو شکست، هنوز منیپولیشن پولبک نزولی هستیم، فراموشمون نشه. اینجا این بالانس داریم. تریگر خب الان اینجا این کف زده بشه قیمت میاد به سمت پایین و فیچوک برای ما تشکیل میشه. حالا سوالی که هست اینه که آیا این وسط پاسکاری انجام شده که اینجا از این بالانس سعودی به سمت این بالانس نزولی ما حرکت کردیم. خب پس میتونیم یه دونه اینجا بکاریم به استاپ اینجا به تارگت کجای ذره این باز بده و یه جوریه. چرا یه جوریه؟ چون که به فرض مثال اومد اینجا رو زد، دوباره از همین باکس میتونه ریورس بشه اینجا رو هانت بکنه. یا مثلا ما تیپیمون اینجاست، مثلا 1/3، دوباره اینجا رو بزنه، از اینجا میتونه اصلا این کف رو بزنه، میتونه ریورس بشه. در نتیجه بدش بذاریم ببینیم چی پیدا میکنیم. مثلا کلا پوزیشن فعالم نشد و رفت برای شکست سوم. نه خب این اتفاقایی افتاد که از چشمم پنهان مونده. چه اتفاقایی افتاد؟ اینجا چوک و فیچوک نزولی داشتیم و با سرعت ردش کرد. و آیا اینجا چیز ولیدی میتیگیت شده یا نه؟ 5 دقیقه چی میگه؟ 5 دقیقه میگه آقا من یه افیجی دارم اینجا، come to mitigate me. این رو افیجی 5 دقیقه داره میگه و
اینجا یک تریگر 1 دقیقه‌ای داریم که پتانسیل هانتش وجود داره. چرا؟ چون اینجا تو فیز قوی داریم که توی 5 توی 15 خب بذاریم ببینیم اینجا این بالانس داشتیم درسته، این بالانس و FVG. خب FVG 3 دقیقه یه دونه لیمیت برای هانتینگ داشتیم بکنیم و بذاریم که تا 3 مثلا فعال میشه یا نه که نه. خوب داستان از چه قراره؟ ما نزولی بودیم، بعدش اینجا آخرین استرانک تشکیل شد، بعدش هم اوپس قیمت چه حرکت جالبی زد، 12 تا 30 تا جالب بود. الان آخرین سوینگ ما کجاست؟ اینجاست. اوکی، بعد فکر کنم ندرست. ساعت چند؟ ساعت 8 شب. میزنیم جلو تا 9 صبح فردا فرا برسه و 9 صبح یه ذره زدیم جلو، 9 صبح اینجا میشه. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ یک فیک چوک، یک دابل فیک چوک هان شده، یک فیک چوک تشکیل شده و هاند شده. اوکی، خب آها، کاری نداریم و کلا میرسه کنم سقف میزن. بله دوباره رفتیم توی اکسپنشن و این بالا رو چک بکنیم. پایین بالا اینجا یک FVG برای ما وجود داره که 1 ساعت هست و 4 ساعته. توی تایم 4 ساعته مشخصه که قراره حرکت قوی‌تر از این حرفه باشه. قیمت به سمت بالا پیشروی میکنه، چه موانعی پیش روشه. اینجا ما یه دونه دیلی بالانس میبینیم، کاری باش نداریم. توی 4 ساعته چی داریم؟ توی 4 ساعته نداریم چیزی اینجا. اینجا هم چیزی به خصوصی نداریم. حالا بذاریم قیمت به مسیر خودش ادامه بده و یواش یواش
اینجا یه اتفاقی افتاد. ما هنوز به سمت بالا نرفتیم، ولی بذار برگردیم اینجا. هنوز به سمت بالا نرفتیم ولی قیمت اومد یه دونه نقدینگی توی اکسپنشن هانت کرد. اینجا چیه؟ اینجا توی تایم 1 ساعت برای ما FVG. خب و البته چون جای بعدیه و این ترید توی اکسپنشن محسوب میشه، یه ذره بای گرفتن رو بهتره تلاف بکنیم، هرچند که تریگر هم داد، چون که یه مقدار داستان داریم دیگه. خب قیمت جای خطرناکی، یعنی از همین ناحیه میتونه پیشروی بکنه به سمت پایین. اوکی، مثلا برای چه میدونم هانت ایشون، اوکی، یا برای هانت بقیه نقدینگی هایی که ساخته شده، در نتیجه اونجا بایی زدن کانتکست درستی نیست و ما بیخیالش میشیم، حتی اگه باعث سود این شکلی بشه و اینجوری سود بده. خوب هنوز ما ترید جذابی پیدا نکردیم. ما رفت کجا الان؟ ما الان اینجا توی این بالانس دیلی هستیم. اوکی، و آخرین سوینگ 1 دقیقه ما اینجاست. اوکی، ما منتظریم میمونیم ببینیم آیا ساختار نزولی ولیدی برای ما شکل میگیره توی 1 دقیقه یا نه. شکست اول اینجا چیزی نبوده. شکست دوم، اوکی. اینجا یک تریگری برای ما تشکیل شد بر اساس پایان پولبک. دارم بررسی میکنم ببینم FVG چیزی داریم اینجا نداریم متاسف. و یه ذره این قضیه دست و دلمون رو میلرزونه دیگه. توی این بالانس دیلی هستیم و بر اساس پروسه منیپولیشن سعودی 1 دقیقه به فکر بای باشیم و تجربهش رو داشتیم دیگه قبلتر، توی چند تا ترید قبلتر توی اکسپنشن ها وقتی ترید میکردیم، مخصوصا زمانی که قیمت به یک ناحیه‌ای میرسید که پتانسیل شروع پولبک در هایر تایم فریم داشت، یه ذره قضیه خطرناک میشد که بله، یه شکست، 2 شکست و 3مین شکست. یه منیپولیشن میخوایم. آخرین های اینجاست، به ما اون های رو هانتشو نمیده، میریم سراغ های
صفحه بعدی خب مرسی. از کجا آمدم بهره چه بود؟ اینجا یک این بالانس در واقع FVG نزولی 3 دقیقه داریم، اینجا هم همینطور. اوکی. یه تریگر پایان پولبک به ما بده ما خوشحال میشیم. شکست اول، شکست دوم، چه اتفاقی داره میفته؟ هنوز توی شکست دومیم و اینجا یک FVG داریم که مربوط به تایم 5 دقیقه است. تو 15 داستان چیه؟ تو 15 یه اوردر داهنی. حالا بریم ببینیم قیمت میخواد چی کار کنه. چوک نزولی اینجاست. صبر میکنیم. خب ظاهرا قیمت آرایشش رو تغییر داد. به چه صورتی؟ به این صورت. شکست اول، شکست دوم، شکست سوم. حالا برعکسش رو بررسی میکنیم دیگه. اوکی، الان ساختار موقت 1 دقیقه داریم با پشتوانه. ببینیم پروسه منیپولیشن میده که نمیده و میره سقف میزنه. اوکی، 15 دقیقه نگاه میندازیم. توی 15 دقیقه اینجا آخرین اکسترنال ماست. اکسترنال لیکویدیتی 15. اوکی. و آخرین اکسترنال 1 دقیقه هم اینجاست که الان تغییر کرد به اینجا. توی این بالانس دیلی هم هست. شکست اول ساعت هم 10 شد. بستیم از اینجا عبور میکنیم تا 9 صبح فردا. اوکی، اینجا چی داریم؟ اینجا FVG داریم. FVG در واقع تایم 15 دقیقه. اوکی، ساختارمون چیه؟ ساختارمون ظاهرا نزولی شده. شکست اول، استرانگ رنج اینجا. اوکی، خب اینم میاد اینجا، اینم میاد اینجا، اینم آخرین استرانگ ما. خوب آخرین اکسترنال لیکویدیتی
تا بعدشم اینجا. خب الانم که به FVG 15 برخورد کرد، ببینیم که چه پیش می آید. منیپولیشنی به ما میده یا نمیده؟ صبر. اینجا یه اکسترنال خواهد شد. مقصد کجاست؟ مقصد هم موقع کل اینجا در نظر میگیریم، چون هم اینجاش این بالانس، هم خود نوک افیوش این بالانسه. از همه اینو گذشته اصلا چه داره یه افیو اینو در نظر میگیرم. و حالا بالاتر هم یه سری انگیزه های دیگه هست، ببینیم تا کجا میخواد پیشروی بکنه. تا اینجا. اینجا چیه؟ اینجا افیجیه. 1 دقیقه است. اوکی. و طریق است تریگر. البته تریگر رو الان داره میده، ولی رفتیم سراغ شکست دوم. اینجاها چی داریم؟ بچه های 3 دقیقه، بچه های 5 دقیقه، بچه های 15 دقیقه. یه چیز بال پیدا کردیم. چی پیدا کردیم؟ این پیدا کردیم که آقا کل این داداشمون نقدینگی 2 فاز بوده و اینجا ایشون میتونیم دیدگاه داشته باشیم و مجددا دنبال تریگر بگردیم، با توجه به اینکه هنوز توی پروسه منیپولیشن هستیم. ایشون رو هم رد میکنه. خب ولی شکست سوم هنوز اتفاق، شکست دوم، سوم هنوز اتفاق نیفتاده. در ادامه اتفاق میفته. بله اوکی. در ادامه که اتفاق افتاد، مبدأ منشأ جذابی هست برای این کار، برای این قضیه. ما دوباره منتظر منیپولیشن پول بک وای میسیم، صبر میکنیم. یک سوینگ دیگه اینجا تشکیل میشه و اینجا فقط FVG گروه 15 هست. صبر میکنیم ببینیم قیمت چجوری میاد برای منیپولیشن. اصلا میاد نمیاد. اینجا آخرین لوه. خب اومد آخرین لو رو زد. مرسی. از مبدأ 15 داریم میایم به چه مقصدی؟ مقصدمونم باحاله. چرا باحاله؟ چون که FVGه. از FVG اومدیم به سمت FVG. حالا چی میخوای؟ یه تریگر.
تریگر اینجا تشکیل نشد، اینجا تشکیل شد، اینجا هم تشکیل نشد. پروسه منیپولیشن، انتظار تا پیروزی. کجا رسیدی تو؟ پروسه منیپولیشن اینجا آیا قیمت سوی تشکیل داده؟ نه. کجاییم ما؟ اینجاییم. خب کلا اصلا ایشون رفت و اینجا اکسترنال برای ما آن شد. اینجا هم در واقع برای ما استرانی تشکیل نشده، در نتیجه سوینگ لو قبلی ما وقتی این نباشه این میشه دیگه. اوکی، اینجا میشه اکسترنال لیکویدیتی 15 ما. خب دوباره ببینیم چه کار میکنم قیمت. ما هنوز توی اون باکس چیز هستیم، ما توی این باکس دیلی هستیم. اوکی، و ببینیم ویدیو چند دقیقه شده. 1 ساعت و 33 و اینجا اکسترنال هولد شده. شکست اول، شکست دوم. خب شکست سوم. خب این نزولی شدن ساختار پشتوانه داره دیگه. اوکی، و اینجا هم یه اکسترنال لیکویدیتی جذاب. ببینیم میره بر هانتش یا نه، که جواب نه. دوباره منتظر یک منیپولیشن دیگه وای میسیم. منتها دیگه دیره، ساعت 9 شد و ما میریم واسه روز بعدی. روز از نو، روزی از نو. اوپس، خب اینجا چی داریم؟ اینجا قیمت خودش رو رسونده به یه این بالانس 1 ساعته. اوکی، از طرف دیگه ما اینجا هم این
بالانس 1 ساعته و افیجی 1 ساعته داریم و به تب ساختارمونم نزولی شده به واسطه شکست هایی که داشتیم و حالا فیک چوکی که اینجا هست و اینجا هم برای ما اکسترنال نیست. آخرین اکسترنال ما اینجاست. ببینیم آیا قیمت برای بایگان برمیداره یا برای سل. فعلا که بازی داره در میاره. ما منیپولیشن پول بک میخوایم. خب فکر کنم حرفمو شنید. کف و زد. اوکی و بعدش سقف هم زده اینجا یا نزده. باید با دقت نگاه کنیم. به گمانم نزده. خب هم جا داره. اگه بخواد بره بزنه اینجا یه چیز داریم، یه افیجی گروه 15 داریم. اوکی میاد اینجا پلی میکنیم. خب تریگر میده. تریگر هم میاد به سمت پایین. کلا مال این حرفا نبودیم. لک یه اکسترنال دیگه تشکیل بده. همین ماموس بدیم. دوباره ببینیم چی میشه. قیمت گام برمیداره به سمت بالا. اینجا یه فیک چوک و دابل فیک چوک داریم. وقتی که این تشکیل میشه یعنی قیمت قراره اکسترنال رو هانت کنه. ببینیم که آیا میتواند هانت کند یا خیر. اوکی ساعت 9 شد. میریم روز بعدی. خب اینجا تریگر تشکیل شده. اینجا منتها خب هنوز اکسترنال ما هانت نشده دیگه. اوکی منتظر وای میسیم هانت بشه. خب دوباره رفت نزدیک های قبلی. یه های ساخت و داره سر میخوره به سمت پایین. کف جدید رو زد. هنوز اینجا اکسترنالمونه. ساعت چنده؟ ساعت 10 صبح.
معمولیت دو مرحله ای داره. الان اینجا اکسترنال ماست، الان اینجا اکسترنال ماست. ما کجاییم راستی توی این اینو بین؟ اوپس، چه چای خفنی. اینجاها پتانسیل پایان پولبک 15 وجود داره اگر در واقع ساختار اموان بتونه با این پشتوانه تثبیت بشه. ببینیم ساختار نزولیش که برکت نداشت، صعودیش چجوریه؟ همچنان ما منتظریم برای یک موقعیت زیبا و جذاب. خب فیک چوک، دابل فیک چوک، هانت دابل فیک چوک. خب اینو زد. الان اینجا پتانسیل شروع فولبک هم وجود داره ها، این پتانسیل حرکت های جذاب به سمت بالا با ساختار تثبیت شده یک. حالا ما از قوانین پیروی میکنیم. یعنی چی کار میکنیم؟ ما تا مادامی که 1 دقیقه نزولیه، بر اساس همین 1 دقیقه دنبال ترید سل میگردیم. اینجا میشه 15 دقیقه. اینجا هم که از 4 ساعت اومده میذاره چیش کنیم. خب به ما ببینیم فیک چوک میده. آها چه اتفاقی داره میفته؟ چوک نزولی کجاست؟ چوک نزولی این پایینه، اساسا ولی نیست. شکست اول. خب اینم رد کرد، دمت گرم. اوپس، از کجا انقدر با شدت خورد زمین؟ از این بالانس اینجا. اوکی، حالا ببینیم که به ما سل میده یا نه. خب اتفاقایی داره میفته. در واقع ما میتونیم اینجا رو این فیک چوک وارد بشیم. اوکی، تارگت کجا؟ تارگت 1 و 3.
البته یه چیزی هم که باید بررسی کنیم اینه که این فیک چوک مبدأش اوکی این بالانس هست، ولی مقصدش چی؟ مقصدش نیست. پس این یک شرط مهم بود داخل استراتژی ما. اوکی، حالا باحال شد. اینجا یه فیک چوک داریم، اینجا این بالانس 5 دقیقه 3 دقیقه داشتیم. اوکی، این اولین ورود رو بزنیم و این بذاریم اینجا، این بذاریم اینجا و ببینیم چی پیش میاد. هنوز اومده بازه تا اینجا که بسته شد. اینجا یه ذره ما عجله میکردیم، ولی خب بازم ولید بود دیگه. اینجا ما این بالانس داشتیم، اینجا هم یکی بالانس و ترید ما کاملا ولید و درست بود. ساختارمونم 1 دقیقه تثبیت شده و پروسه منیپولیشن و باقی موارد یه اسکرین شات ازش بگیریم. اوکی، بریم داخل. چه تاریخیه؟ 29 ژانویه 29 ژانویه. 1%. اوکی، ضرر -1%. مینیموم نداشت، مینیموم داشتیم و مینیموممون تا 1.8 بود، تا 1/1.8. مکس آرمون که منفی، نوع پولبک، انداف پولبک، فیک چوک، هانتینگ، ای پلاس. در کل به نظرم اوکی بود، منتها به لحاظ حسی یه ذره احساس میکنم عجله واسه ورود در درون این تصمیم گیری بود، ولی با اینکه خود اون عجله هم بخشی از در واقع اجرای صحیح اون استراتژی بود. علیال نظرم 4 عدد منصفانه و سشنمون هم که نیویورک. چقدر عجیب، یه دونه ترید توی لندن هم ما نداشتیم. یه کنترل اس بزنیم سیو بشه، ضبط هم متوقف کنیم، بریم سراغ پارت بعدی.